اولین اتاقی که داشتم شکم مادرم بود. اولین غذایی که خوردم شیر مادرم بود. اولین تختی که روش خوابیدم پاهای مادرم بود. اولین آهنگی که شنیدم لالایی مادرم بود. اولین عطری که بو کردم بوی تن مادرم بود. اولین کتابی که خوندم قصه های مادرم بود. اولین پناهم آغوش مادرم بود. اولین معلمم مادرم بود. اولین دکترم مادرم بود. اولین دوستم مادرم بود. اولین کسی که دستمو گرفت، اولین کسی که تو مشکلات کنارم بود و اولین کسی که منو از خودش بیشتر دوست داشت. میگن اولین ها هیچ وقت فراموش نمیشن و مادر اولین و فراموش نشدنی ترین آدم زندگی همه ما هست. بفرست برای اولین عشق زندگیت.